دوستان کینگ امیر هستم. امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. اگه میخواید لاما یا قاطرتون رو یا خرتون رو چستار کنید به همین راحتی میزنی خر رو میشینی روش رام میشه، همین راحتی میزنی زیندار میشه و بعد یه چست بر میداری همین راحتی بلند وای میسی میزنی چستو. بعد خواستید وسیلاتون رو بریزید توش به همین راحتی میرید تو چستش وسیلاتون رو بریزید. ببینید الان چست اینو منم نیست الان میریم ورشون داری چون که بزنده چیزایی دیگه چستو. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشید. اگه از این ویدیو میخواید به چنل هم سر بزنید. خدا نگهدار.